احترام خدمت شما دانش آموزان عزیز. بنده با یک ویدیو در مورد هوش و استعداد تحلیلی در خدمت شما هستم. دانش آموزانی که قصد دارن توی آزمون نمونه دولتی در واقع شرکت کنن باید توجه داشته باشن که امسال آزمون نمونه دولتی و آزمون تیزهوشان در واقع با هم و توی یک روز برگزار میشه و دانش آموزانی که قصد دارن توی آزمون نمونه دولتی در واقع قبول بشن و توی مدارس نمونه در واقع تدریس کنن باید توجه داشته باشید که آزمون هوش هم باید درصد بالا بزنید که بتونید قبول شید. همچنین دانش آموزانی که میخوان توی مدارس استعداد درخشان در واقع تحصیل داشته باشن باید توجه داشته باشید که شما هم باید در واقع آزمون نمونه دولتیتون، دفترچه نمونه دولتیتون رو بالا بزنید که بتونید قبول بشید. من توی این ویدیو و ویدیوهای بعدی قصد دارم که بعضی از نکات مهم نمونه دولتی و استعداد درخشان رو در واقع به شما دانش آموزان عزیز توضیح بدم که یکی از این مواردش امروز مبحث رمزگشایی هست. مبحث رمزگشایی یه مبحث نسبتاً آسون توی هوش هست، ولی خب بازم باید بهش توجه داشته باشید و ازش هم احتمال زیاد سوال میاد. توی این مدل سوالا ما باید به مشترک‌ها توجه داشته باشید. مثلا شما الان توی این شکل یک نمونه سوال هست از مبحث رمزگشایی، اینه که شما توی شکل اول از سمت چپ یه مثلث می‌بینید با یه خط صاف و ممتد و همچنین توی شکل بعدی هم یه مثلث می‌بینید با خطچین. این نقطه در واقع خطچین هست، مثل این یکی صاف نیست خطش. مشترکایی که من توی این شکل می‌بینم یک مثلث می‌بینم که مشترک هست و همچنین حرف ب هم می‌بینم که مشترک دارم. خب من اگه یه خورده دقت کنم متوجه میشم که حرف ب مساویه با مثلث، یعنی من اگر اینجا مثلث دیگه‌ای داشتم باید ب می‌ذاشتم و خب الان من چون توی شکل آخرم مربع دارم و مثلث ندارم، دو تا گزینه اول که توشون ب داره خط می‌خورن و حذف میشن، یعنی به همین سادگی ما دو تا از گزینه‌ها حذف شد. خب مرحله بعدی دوباره ما باید به مشترک‌های دیگه توجه داشته باشیم. مثلا اینجا دو تا مربعه، ولی خب ما نمیتونیم این دو تا مربع زیاد توجه کنیم چون اینجا برای ما خالیه، نمیتونیم چیزی ازش در بیاریم. ولی اینجا شما اگر نگاه کنید توی این مثلث که خط مشکی صاف داره، این مربع هم خط مشکی صاف داره و دو تا حرف دیگه، حرف سین برای ما حرف مشترک ما هست، یعنی بین این دوتا مشترک هستش. پس ما متوجه میشیم که حرف پایین، یعنی اینجا توی این دوتا گزینه حرف سین مساوی میشه با نوع اون خط شکل ما، که یعنی الان مثلا اینجا ما جیم داریم توی گزینه شکل دوم، حرف جیم داریم، یعنی ما باید جیم هست و نقطه چین دیگه، یعنی ما باید تو گزینه آخرم جیم داشته باشیم. خب مربعمون هم که شد خ، یعنی گزینه ما در واقع خ جیم در میاد که توی گزینه ها میشه گزینه سوم ما. موفق و پیروز باشید.